سلام به کانال من خیلی خوش اومدید. من اینجا هر هفته یک آموزش خیلی کاربردی دارم براتون که هفته پیش براتون دامن عوضماندار کمری رو گذاشتم. این هفته میخوایم دامن عوضماندار کمرکشی رو یاد بگیریم که مقدار پارچش مثل دامن کمرکشی هست، یعنی برای افراد لاغر یک بلندی به اضافه 10 سانت و برای افرادی که چاق هستن یا میخوان پایین دامنشون خیلی گشاد باشه یک بلندی و نیم پارچه نیاز داریم. خب بچه باید بیایم باسن چسبان رو به اضافه 4 یا 10 بکنیم. اینجا باسن چسبان 100 بوده، به اضافه 4 میکنیم میشه 104. عدد به دست اومده رو تقسیم به 4 میکنیم که میشه 26، به اضافه 2 سانت زاپاس میکنیم میشه 28. یعنی ما باید بیایم بالای دامنمون رو اندازه 28 کنترل کنیم. چرا؟ چون که دامنمون بچه ها اینجا کمرکشی هست، دامنمون کمری نیست. ما توی دامن کمرکشی همیشه باید بیایم باسن چسبان رو به اضافه 4 یا 10 بکنیم. بعد از اون باید بیایم بلندی دامن هر قدری که مد نظرمون هست در نظر بگیریم. مثلا اینجا من بلندی دامن رو 60 در نظر گرفتم. پس ما باید یک کادر مستطیل شکل به طول 60 در عرض 28 رسم بکنیم. خب اینجا من 28 رو کنترل میکنم، خط رو میکشم، بلندی دامن رو هم 60 در نظر گرفتم. بعد از اون باید بیایم عدد 28 رو به 3 قسمت مساوی تقسیم بکنیم تا الگوی شماره 1، الگوی شماره 2 و الگوی شماره 3 به دست بیاد. بعد از اینکه الگوهای شماره 1، 2 و 3 رو به دست آوردیم باید بیام الگوهامون رو قیچی کنیم. فقط به اندازه 1 میلی بالای الگو باید به هم وصل باشه. بچه‌ها دقت بکنید که برای دامن عوضماندار کمرکشی حالا یا کمری ما حتما باید الگو رسم بکنیم. یعنی شما مستقیم روی پارچه نمیتونید این دامن رو بکشید، چون که ما میخوایم بین عوضمان ها فاصله بدیم تا پایین دامنمون یک مقداری حالت لول بخوره. خب اینجا من الگوی شماره 1، 2، 3 رو به دست آوردم، دور تا دورش رو قیچی میکنم و به اندازه 1 میلی بالای الگو در واقع نگه میدارم که وصل باشه به الگوی من. یعنی کامل اگر قیچیش بکنید بچه کارتون خیلی سخت میشه. شما باید حتما طور قیچی بکنید الگوها رو که بالای هر الگو به اندازه 1 میلی حالا یا بیشتر وصل باشه که ما بتونیم با ثابت نگه داشتن بالای دامن بتونیم پایین دامن رو عوضمان بدیم. خب بعد از اینکه الگوها رو به این صورت در آوردیم، الگوی شماره 1 رو به 2 لایه بسته پارچه سنجاق میکنیم. حالا یک نکته که خیلی اینجا مهمه اینه که همون ابتدا شما باید بدونید که چقدر میخواید بین عوضمان هاتون در واقع فاصله بدید. من اینجا میخوام 10 سانت فاصله بدم بین الگوی شماره 1 و 2 و بین الگوی شماره 2 و 3. پس میام اینجا عددی که میخوام عوضمان بدم رو، مثلا عدد 10 رو میخوام عوضمان بدم، نصف میکنم. وقتی نصف میکنم میشه 5. پس میام اول با فاصله 5 سانت الگوی شماره 1 رو به این صورت روی 2 لایه در واقع پارچه، 2 لایه بسته پارچه قرار میدم. بالای دامن رو بچه ها باید طوری قرار بدید که فاصله داشته باشیم برای هلال کمر، چون که وقتی پایین دامن رو داریم عوضمان میدیم ناخودآگاه دامن به صورت هلال کمرش بیرون میاد. پس ما باید حواسمون باشه طوری قرار بدیم پارچه رو که بالای پارچه به اندازه هلال کردن کمر دامن ما فاصله داشته باشیم. خب الگوی شماره 1 رو من به این صورت با 5 سانت فاصله قرار دادم. حالا بین الگوی شماره 1 و 2 10 سانت فاصله میدم و الگوهام رو به این صورت قرار میدم و سنجاق میکنم. فاصله بین الگوی شماره 1 و 2 گفتیم 10 سانت هست. حتما این نکته رو رعایت بکنید که باید حتما عوضمان هاتون به یک اندازه باشه. یعنی بین الگوی شماره 1 و 2 اگر 10 سانت
عوضمان میدید بین الگوی شماره 2 و 3 هم باید همین اندازه عوضمان بدید. و بعد از اینکه الگوهامون رو به این صورت قرار دادیم و سنجاق کردیم، ببینید الگوی شماره 2 رو من به این صورت قرار میدم و بعد از اون هم الگوی شماره 3 رو قرار میدم. دور تا دور دامن رو ما باید قیچی بکنیم. خیلی دامن در واقع راحتی هست رسم کردن الگوش و حتی دوختش، چون که فقط شما 2 تا درز رو باید بدوزید دیگه. بالای دامن هم که کمرکشی هست که آموزش در واقع کش دامن حتما توی آموزش هم قرار میدم، چون که خیلی کاربردیه دیگه. شما برای هر مدل دامنی که بخواید بالای دامنتون کمرکشی باشه، اگر آموزشش رو بلد باشید دیگه خیلی راحت میتونید در واقع دوختتون رو انجام بدید. حتما سعی میکنم توی آموزش کمر دامن کمر کشی رو قرار بدم که پایه تمام دامن‌های کمر کشی هست. به این صورت دور تا دور دامنمون به همراه اضافاتی که برای عوضمان قرار دادیم قیچی میکنیم. به این صورت الگوی دامن ما آماده شد و میتونید استفاده